با سپارشی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد دستگیری اجتماعی اقتصادی ساکنان شهر که از نزاع‌های نزدیک سرحدی ضرر دیدند و اعضای عائله‌های قربانیان کاروان نوبتی پربار ماشین‌ها با کمک‌های مادی حکومت جمهوری تاجیکستان به شهر اسفره رسید. کمک ذکر شده برای ساکنان دیهات واروخ، چارکوه، سرخ، زمرد، کلکند، لحکان و چیلگزی که در جریان مناقشه مسلحانه مرزی روزهای 14-16 سپتامبر سال روان ضرر دیدند جدا گردیده نشانه غمخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به مردمی از نزاع‌های نزدیک سرحدی ضرر دیده عائله‌های سربازان شهید و اهالی آسایشته قربان شده میباشد. کاروان ماشین‌های کمک نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با موادهای خوراکه و محصولات ساختمانی به شهر اسفره آمده رسید. خلق تاجیک دوام صاحب استقلالی با پشتیبانی هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای معظم ملت به روزهای نیک و سعادت زندگی رسیده است. ما همیشه در سیمای پیشوای ملت بهترین فرزند فرزانه و سپر با اعتماد تاجیکان را میبینیم. محبت صمیمی و صداقت جناب عالی به تاجیکستان و خلق احساس و محبت و صداقت را به تمام جامعه پایدار کرده است و کل مردم شرفمند شهر اسفره به دستگیری، به غمخواری، به پشتیبانی پیشوای معظم ملت عرض سپاس می‌نمایم. پوشیده نیست که در نتیجه نزاع‌های سرحدی چند روز پیش رخ داده شماره زیادی ساکنان موضع‌های نزدیک سرحدی شهر اسفره و ناحیه باباجان غفورov ولایت سوغد خسارات جانی و مالی دیدند، از جمله منزل‌های استقامتیشان خراب گردید. وابسته به این پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فرمایشی حکومت جمهوری تاجیکستان را امضا کردند که در اساس آن به 300 عائله ضرر دیده شهر اسفره و ناحیه باباجان غفورov کمک نوبتی مادی جدا کرده شد. با سپارشی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب کمیسیه دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان به هر یکی از عائله‌های منزلی زیستشان پوره یا قسماً ضرر دیده مصالح ساختمان و مواد غذایی دسترس کرده می شود. کمک نوبتی به شهردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اساساً از مالهای نیازی اول آرد، برنج، روغن، شکر و مصالح ساختمانی از جمله سمنت، تخته، شیفر، فانر، گیپس کارتون، شیشه، همچنین سوزشواری و انگشت عبارت است. من از نام کلی باشندگان دهه چارکو مینداری خود را به پیشوای معظم ملت و پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان میرسانم که در چنین وضعیت‌های حساس ما را فراموش نکرده و ما چنین کمک‌های موادهای خوراکه و مسائل ساختمانی رسانده ایستاده‌اند. البته این روزها ما باشندگان چارکو همه اهل هستیم و در گردی سیاستی خردمندانه پیشوای ملت ایستادگی نموده برای پیشرفت جامعه، برای آبادی کشورمان البته اهلانه مهنت و زحمت می‌نماییم. با جهد مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کمک‌های مادی به مردم ضرر دیده سر وقت رسانیده شده. بهر کمک در برطرف سازی عاقبت‌های مناقشه اخیر به منطقه‌های نزدیک سرحدی نمایندگان جامعه مهنتی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها سفربر گردیدند. باید تذکر داد که تمام خانه‌های استقامتی ساکنان که در نتیجه حمله نوجوانمردانه نظامیان قرقیزستان ویران شده است طبق سپارش سرور دولت تا ماه نوامبر پوره از نوسازی کرده می شود. می‌بینیم که با تشبث، دستگیری و غمخواری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کاروان‌های پربار برای از نو آباد کردن منزل‌های خراب شده الکی به دهه ما رسیده آمدند و مردم اقدام گرفته است که همین مسائل های ساختمان را که از طرف پیشوای معظم ملت فرستاده شدند
дар ҷояш истифода бурда ба тариқи ҳашар, ба тариқи дастгирии умумӣ манзилҳои харобшударо дар як муддати кӯтоҳ сохта ба истифода диҳанд, зеро рӯзҳои сард наздик аст ва тифлону кӯдакон, занони барҷомонда аз сардӣ азият накашанд ва мо иқдом гирифтем ки зудтар ҳамин манзилҳои харобшударо барпо кунем. ман дар охир гуфтаниам ки ягон ғосиб, ягон аҳдшикан наметавонад ки як пораи мулки моро ғасб намояд. ҳама дар зери ташаббусу даъватҳою вазифагузориҳои пешвои муаззами миллат ҳамчун як тану як ҷон барои ҳифзи меҳани азизамон омодаем. мавриди зикр аст ки бо ҷонибдорӣ аз сиёсати инсонпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва соҳибкорони ватандӯсту шахсони саховатпеша расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба оилаҳои зарардида идома дорад.